در عهد همگیری کرونا بسته بودن مرزها و نآمدن سیاحان خارجی، دایر نگشتن برنامه‌های هنری و پست شدن درآمد مالی، وضع قلعه مخ که عبادتگاه پیروان آیین زردشت دانسته می شود ناگوار است. مسئولان این مجمع تاریخی میگویند پیش از همگیری کووید 19 روزانه تا 300 سیاح داخلی و خارجی با پرداخت از 2 تا 5 سامانی به تماشای قلعه می آمدند، ولی حالا اینجا تقریبا کسی نیست. озир ман ин 8 маҳ боз на коргарои маоша додатон созем, на як ҷош ба як вакратон созем, болош ба аз давраи ҳамон сохтмон свет ба қазор гуфта светомои хомӯш кардем ки 3 моҳ бо свет нест. мана ҳамин хунук ба мана адёлу петида мешинем. مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه مغ در شهر استراوشان پس از بازسازی کلی در ماه ایون سال 2018 با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به استفاده داده شد. بعد آن این قلعه همچون کارخانه واحدی دولتی ثبت گردید و از بودجه مبلغ گذاری نمی شود. سال گذشته بنابر نداشتن مبلغ قرض خدمترسانی های کمونالیش بیشتر شده و بحث پرداخت آن تا به دادگاه اقتصادی رفته است. حالا از 25 نفر واحدی کاری تنها 8 کارمند این قلعه را نگهبانی میکنند و بعد از کار رفتن رهبری آن فرقت عظیموف 2 ماه پیش دیگر نفر آماده نشده است این مسئولیت را به دوش گیرد. من این نیهال‌های ارچه‌های 3 مرتبه شنیدم، قریب که همش من خودم شنیدم. من همین دلم نشد پرست برام. همین نفقه مثل استفاده برده من همین نگاه گشتم. بنا به اطلاع خبرگزاری های رسمی در بازسازی این مجمع تاریخی 13 میلیون سامانی از بودجه دولت و بر علاوه آن از سهم صاحبکاران صرف شده حدود 10 شرکت ساختمانی در آن کار کرده است. ولی همگی بعد 2 سال افتتاح رسمی دیوارهای قلعه ریخته، خشت‌های راهروهایش شکستند. ستون تالار بهارانش فرو رفته از سقف آن در باران و برف آب جاری می شود. سبزه و گلهای باغش پژمرده و ارچه‌هایش خشکیده‌اند. باستانشناسان پیدایش قلعه مغ را به عصر 5 تا میلاد برابر می‌کنند و حالا آن در بلندی 1040 متر از سطح بحر جایگیر بوده. درازی دیوارهای آن 600 متر و میدان عمومی آن 6 هکتار را تشکیل می‌دهد. این موضع 1500 سال آتشکده عبادتگاه زردشتیان بوده است. قلعه مغ این یک جای مقدس‌ترین شهر استراوشان، تمام جهان و مشهورترین جاده اینجا. ما همین راهبر و همین گویای یادگاری تاریخی چخیل که میپرسیم همین قلعه مغ دستگیری کرده، همین نو بسته اول چیکار که نباشد اگر همین قلعه مغ پرو دستگیری کنه همین قلعه مغ ویران نشود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استراوشان.